سلام علیکم، انشالله که کلگی جور و سرال صحتمند باشین بخیر. سشن رو شروع میکنیم، جلسه رو شروع میکنیم و بسیار خوش آمدین به این جلسه. ابتدا یک خلاصه معرفی از خود می داشته باشم، از پیک بد می داشته باشم از وبیناری که بخیر ما شما پیش میبریم. از یک خلاصه و ورویو ما شما می داشته باشیم، باز بعد از او بخیر پیش میریم. این وبینار پیک پد ترتیب کرده و جای خوشی است که تا حال چندین وبینار همه تو فرض مثال فراد عزیزی بانک بود که سر صحبت کردیم در گذشته، فرادای انران بود، وارکارد بود و چندین فراد دیگه بود که سرشان صحبت شده بود و این یک وبینار دیگه است که دوباره تشکیل دادن و هدفی است که شما مو بلد شوینی که فرض مثال سیستم های پیچیده چی رقم کار میکنه و عین شکل مانی لاندرینگ یا پولشویی چی رقم کار میکنه. اصل هدف ما و شما در این وبینار است. نام من سید سمدی است، CFA و AC Affiliate هستم و also در PFR دارم و فکر کنم که 4 یا 5 سال شوه که AC تدریس میکنم و جدا از اون CFO کار میکنم در یک ملتی نشنل کمپانی و انشالله که من بتونم با اونمو طریقی که من خودم یک درک دارم از این قضیه با شما مو درک انتقال داده بتانم. البته در این چند سال که من مطالعه میکنم بخصوص کیس های پولشویی را یکی از پیچیده ترین کیس های است که تا حال ما خودم مطالعه کردیم و حتی کیسی است که اکثریت یک کانسپیرسی تیوری جور میکنن که خود دولت روسیه هم در این دخیل بوده، چرا که اندازه 10 میلیارد دلار یا 10 بیلیون USD به شکل مکمل اینا میفهمن که از روسیه پولشویی شده به طرف اروپا و بانکای آفشور یا بانکای خارج از روسیه یا خارج از بانکایی که تحریم شدن. یعنی وقتی که 10 میلیارد دلار کسی بتانه که از یک سیستم پاکسازی کنه و از یک کشور به کشور دیگه انتقال بده، این باید سکیلش بر شما معلوم شود که بسیار یک کیس پیچیده است و امکانش هست که ما شما 1 ساعت برش بجت کردیم الا 9 بجه امکانش هست تا 9 و نیم بر ما شما وقت رو بگیره. بخیر کار پیش میبریم. بانکی که مطالعهش میکنیم به نام دویچه بانک است و این در جرمنی کوارترش است و فعلا هم است. یعنی بانکی نیست که فرضاً ما شما بگیم اسکندل شده باشه و این ورشکست شده باشه و کار خود استارت کرده باشه. دویچه بانک هنوز هم فعلا فعال است و یکی از کلانترین بانک است که در دنیا است و استراتژیکلی امپورتنت بانک است. در طرف اروپا ما شما یک ترم داریم به نام استراتژیکلی امپورتنت بانک و این بانک است که باز اونم بانک مرکزی اروپا اینا رو کنترل میکنه، چرا از خاطر که اینا و قدر اسکیلشان کلان میشه که اگر ورشکست شون، اگر کدام مشکل بر از اینا پیدا شوه، ممکن است کل سکتور را اینا چی کنن دیستیبلایز کنن. با همین خاطر فعلا سکروتنی سر زیاد است و مانیترینگ هم سر زیاد است. ما شما جلسه را شروع میکنیم. ابتدا کتی خود دویچه بانک بلد شوین در جرمنی فاوند شده یا جورش کردن در سال 1870، یعنی یک بانک بسیار سابقه است و البته در گذشته یکی از موضوعاتی که باعث می شده بانک ها بسیار کلان شوند و مثلا از یک کشور به کشورهای دیگه به قاره‌های مختلف اینا اپریشن خود انتقال بدن، مرجر و اکوزیشن انجام میدادن. مثلا بانک های اونا منطقه را خریداری میکردن. فرض مثال اگر یک بانک در اروپا باشه و بخواد یک افغانستان کور کنه، با جای از که به فرض مثال خودش یک بانک را در اینجا جور کنه، لایسنس بگیره، بهترین راه بر از اونا چی است که یک بانک افغانی را خریداری بکنن و اصل اما موتیو یا برش گفته میتونیم راهی که بانک ها به این اندازه کلان میرسن هم نیست که مرجر و اکوزیشن بسیار زیاد انجام میدن و از سال 2011 به این طرف یکی از کلانترین بانک های دنیا حساب میشه و در سالهای قبل از 2011 کلانترین بانک دنیا بود، یعنی نمبر 1 بانک دنیا حساب میشد که فکر کنم 2.9 تا 3 تریلیون دلار اینا توتال اسید داشتن. فعلا در کوارتر سیوم 2025 که 3 ماه گذشته یا 2 ماه گذشته حساب میشه، توتال اسید اینا هست 1.391 تریلیون دلار که یک مقدار بسیار کلان است و عین شکل اینا 89 هزار دانه کارمند دارن مکمل. اینمی دویچه بانک که امپلاییشان است و
از نمی طریق آپریشن خود را پیش میبرند. یک استوری خود بانک بود که کتش بلد شوین که تزی بلد شوین که یک بانک خرد نیست. میریم ما شما قبل از که مکمل این اسکیم را بخوانیم که چی رقم پول شویی می شده، چی رقم پول انتقال داده می شده، بعضی تعریف ها هست که البته بعضتان کتش بلد هستین، بعضتان کتش بلد نیستین. ما شما این سر صحبت کنیم، به نظر من خوبتر است. آیتم اول ایمیل یا انتی منی لاندرینگ پالیسیز یا لاز برش گفته میشه. هر کمپانی، هر شرکت، هر کشور و هر جرسدکشن از این قوانین می داشته باشه. این قوانین کار از اینا چی است که از پولشویی چی شوه؟ جلوگیری شوه. در افغانستان داریم و خلاصه در کل کشورهای دنیا ایمیل هست یا انتی منی لاندرینگ پالیسیز وجود داره. اگر بعد از این ما شما ایمیل را فرض مثال صحبت کردیم، سر شما بفهمین که ایمیل اونم قوانینی است که از پولشویی جلوگیری میکنه. ترم دیگر که کتش بلد باشین قبل از اینکه ما شما پیش بریم KYC گفته میشه. KYC که از basically know your customer است. در بانک ها که شما حساب جور میکنین، فرضاً حساب individual اگر جور کنی یا هر رقم حسابی که باشه، بانک قانونا مجبور است که کستومر خود را یا مشتری خود را بشناسه. نامش چیست، در کدام تاریخ فرض مثال تولد شده است، کدام ولایت است، در کدام ساعت آدرسش است، از کدام را درآمد داره و اینمی اسنادا که بانک پیدا کرده میره به خود یا خواسته میره از امپلایی، بر از ما شما KYC میگیم یا نو یور کستومر برش گفته میشه. امکانش از بعدا سرش ما شما صحبت کنیم که احتمال زیاد سر صحبت میکنیم که شما همون KYC که ما گفتم بفهمین که اسناد مرتبط به کستومر یا مرتبط به مشتری است. آیتم دیگه یک ترم شما داریم به نام شل کمپانی. شل کمپانی که از بعضی کمپانی ها هستن، فرضاً ما شما بهترین راهش چیست که یک مثال بتیم. با شکل مثال ما شما در امریکا کار میکنیم یا در USA یک کمپانی داریم. ما رنگ مارکر تغییر میتونم که بر شما زیادتر قابل رویت باشه. و فرض مثال در USA ما شما 20% تکس پرداخت میکنیم و این ما تو نمیخوایم. فرض مثال نمیخوایم. یعنی بهترین راه ازی که ما شما بتانیم تکس اویژن انجام بدیم است که یک شل کمپانی جور کنم. فرض مثال ما میایم در امارات یک کمپانی دیگه جور میکنم. در این کمپانی ما شما کدام پرودکشن نداریم، کدام پروسس ندارم، فرض مثال کدام دفتر کلان ندارم. تنها کار شل کمپانی چی است که درآمد یک کمپانی رو در او کمپانی انتقال بدیم و او به احتمال زیاد در کشور است که مالیاتش بسیار کم است. فرضاً در یکی از اینکم تکس صفر است و ما چی میکنم؟ اتو یک داکیومنت جور میکنم که این محصولات را که ما به کستومرهای خود میفروشم از این کمپانی که در یوی است من خریداریش میکنم و با خود بسیار فایده کم میگیرم، فایده زیاد را در این کمپانی انتقال میدم و اینا وقت فایده زیاد در این کمپانی انتقال داده شده و امارات چون اینکم تکسشان یا مالیاتشان کم است، ما شما در چی میکنیم؟ یک سیوینگ انجام میدیم در تکس. شل کمپانی کارش اینمی است. کونه ما اصل انتنتی که ما شما داریم که را تشکیل میتیم این نیست که ما از استفاده کنم، یک ماشینری را دوجه انستال کنیم، یک کار دوجه بکنیم. تنها کارشی است که معاملات خود را ما شما در اونمو کمپانی انتقال بدیم که بر موتی یک بنفیت برسانه. آیتم دیگه بنفیشل آنر هست. بنفیشل آنر چی مانا میته؟ بخصوص در می کیس مثلا نام کس که در امریکا بزنس داره باشه احمد و احمد چی کرده؟ یک شل کمپانی در امارات جور کرده به نام بچه خاله خود. حالا ما تو میفهم که بچه خالی از این کمپانی هیچ کدام دخالت نداره، فقط به نام از او هست. بنفیشل آنر ما شما کس را میگیم که مفاد یک کمپانی در آخر روز مربوط از امو شود. یعنی در این کمپانی که شل کمپانی است در یوی در امارات است، با وجود از اینکه به نام کس دیگه است، در این آف دی بنفیتش مربوطی که میشه مربوط احمد میشه و احمد ما تو چی میگیم؟ بنفیشل آنر میگیم. کسی که در واقعیت کل بنفیت یک کمپانی رو میگیره، چی مفادش است یا هر موضوع دیگه که است. آیتم دیگه که کتش بلد باشیم و شما چرا که نمی طریقه را استفاده کردن به خاطر پولشویی، برش سکیوریتیز شارت میگن. یا وقتی که ما شما یک کمپانی را مفروشیم سهامش در مارکت که سکیوریتیز یا سهام یک کمپانی ترید میشه،
یا فرض مثال اوراق قرضه یک کمپانی ترید میشه، دیگه دو نوع پارتیسیپنت می باشه، مثل هر مارکت عادی دیگه، یکی خریدار می باشه یکی فروشنده می باشه. خریدار کسی که نمو استاک هم میخره و فروشنده کسی که استاک را میفروشه. اما یک موضوعی که ما شما داریم در استاک مارکت بخصوص فعلا کی کمک که پیچیده تر میسازه ای است که ما تو یک جای میشیم و میخوایم که به اندازه $1,000,000 یک استاک را بفروشم و ما فعلا او استاک را ندارم، یعنی در او کمپانی من سهم ندارم و با وجود از اون ما میخوایم که او سهم را چی کنم بفروشم. اینوستمنت بانک ها که دویچه بانک یکی از اینوستمنت بانک های بسیار کلان بود این کار بر ما شما انجام میداد. چی رقمی کار انجام میشد؟ این سکیوریتیز شارت چی رقم انجام میشد؟ ما تو دویچه بانک میرفتیم، نویور کستومر یا KYC را انجام میدادن، مارجن فرض مثال پیدا میشد، ما شما شرکت داریم و من میرفتم دیگه میگفتم که به اندازه $1,000,000 یا فرضاً 1000 دانه سهم اپل رو ما میخوایم که بفروشم، من سهمش ندارم. دویچه بانک چی میکنه بر ما و شما؟ بیسیکلی برای ما و شما 1000 دانه سهم اپل را قرضه میده که ما تو را شارت کرده بتانیم در بازار مالی. و فعلا در حساب ما و شما چی میشه؟ فرضاً 1000 دانه استاک اپل شوه $1,000,000 یا 1000 دانه سهم اپل شوه $1,000,000. وقتی که ما به دویچه بانک میرم که بعد ازی برش دی بی میگیم، اما دی بی دویچه بانک اردوش بعد ازی یک چیز برای ما و شما حساب میشه. ما در دویچه بانک میرم میگم 1000 دانه سهم اپل را ما شارت میکنم. دویچه بانک خودش یک سهمدار اپل است و خودش سهم اپل را داره. دویچه بانک چی میکنه؟ سهم اپل را میفروشه و بیسیکلی در حساب ما شما نوشته میکنه که احمد 1000 دانه سهم اپل قرضدار است. نوشته نمیکنه که احمد $1,000,000 قرضدار است. نوشته میکنه که احمد 1000 دانه سهم اپل قرضدار است. و این چرا این کار میکنه بانک ها؟ از خاطر که امکانش از قیمت سهام تغییر کنه. قیمت سهام تغییر کنه، یعنی اگر $1,000,000 حسابش کنه و یک روز برسه که نمی 1000 دانه سهم ارزش باشه $2,000,000، دیگه که احمد $1,000,000 به دویچه بانک بده خود ایجا ضرر کرده. به همین خاطر احمد نوشته میکنن که 1000 دانه سهم قرض دارم است و اگر احمد میخواد که قرضی خود خلاص کنه باید 1000 دانه سهم بخره به دویچه بانک بده. و عین شکل در این پروسه دویچه بانک چی میکنه؟ $1,000,000 به حساب احمد اضافه میکنه. صحیح است؟ 1000 دانه سهم احمد را قرضدار میکنه و به ازای از $1,000,000 به احمد چی میکنه؟ پول نقد اضافه میکنه. این پروسه چیه؟ سکیوریتیز شارت است. البته که شما که اینوستمنت بانکرها انجام بدین، نیکت بروکرها که اینوستمنت بانکرها که او باز پروسش فرق میکنه. شما با فعلا امیر فکرتانه بگیرین که اگر ما فرض مثال میخواستم که دویچه بانک یک مقدار سهام را بفروشم، دویچه بانک سهمی که خودش داشتم میفروخت، 1000 دانه سهم مرا قرضدار میکرد و $1,000,000 در حساب ما چی میکرد؟ اضافه میکرد. هر وقت من میخواستم این قرضی خود خلاص کنم 1000 دانه سهم میخریدم به دویچه بانک میدادم. دیگه امکانش بود که من مفاد کنم، من ضرر کنم، یعنی اگر قیمت سهام بالا میرفت من ضرر میکردم، اگر پایان میرفت من فایده میکردم. و عین شکل سکیوریتیز لانگ است. عین شکل که دیگه صحبت شد امکانش است که ما و شما سهم نداشته باشیم و به دویچه بانک بگویم که من میخوایم 1000 دانه سهم اپل بخرم، برای من 1000 دانه سهم اپل قرضه میده. درست است؟ و در این پروسه هر وقتی که ما بخوایم رو شارت کنم یا بخوایم پوزیشن خود را کلوز کنم یا می معامله را بسته کنم، 1000 دانه سهم را ما پس میفروشم در بازار. پروسه ای را که در پولشویی استفاده شده امور سر صحبت میکنیم، چرا که اگر در این موضوعات با شما پیش بریم بسیار پیچیده موضوعات هم است و شاید 3-4 ماه وقتی ما شما رو بگیره که کلیر کنیم. سکیوریتیز لانگ را در چی رقم مد نظر میگیریم؟ ما تو $1,000,000 داریم مناله، یا همی احمد را مثال میتیم، $1,000,000 پیسه نقد داره، با دویچه بانک میره میگه که ما 1000 دانه سهم اپل میخوایم بخرم، این $1,000,000 بگیرین برای من سهم بخرین. و دویچه بانک چی میکنه؟ $1,000,000 از پیش احمد میگیره، از بروکر میره 1000 دانه سهم خریداری میکنه و او را در اینوینتری خود اضافه میکنه. و باز در کتابچه احمد نوشته میکنه که تو این بعدازی بیادر 1000 دانه سهم اپل داری. صحیح است؟ این پروسش قدر جنجالی نیست مثل شارتش. پیسه میتی سهم میخری و دویچه بانک برتی نمی کار انجام میده. آیتم دیگه چیز بروکر است و زیادتر دیگه استاک اکسچنج ها استفاده می شده دی پولشویی. بروکر کارش چی است که خرید و فروش برای موتو انجام میده.
یعنی اگر تو بخوای که بری از اپل سهم بخری، شما نمیرین فرض مثال در دفتر اپل و در اوجه فرض در فایننس دیپارتمنتش بری بگی سهم برای ما بخرین. شرکت ها هستن که کار برای ما تو انجام میدن و به خود کمیشن میگیرن. صحیح است که دایچه بانک هم که از اونا در ارتباط است. دایچه بانک چی میکنه؟ برای از اونا میگه که 1000 دانه سهم اپل کار دارم، او برای دایچه بانک 1000 دانه سهم اپل را میفروشه و او را پس برای ما تو میته دایچه بانک و $1,000,000 رو میته به بروکر. بروکر بیسیکلی کارش چی است که نمی معامله سهام را، معامله اوراق قرضه را برای ما شما چی میکنه؟ فسیلیتیت میکنه یا ساده تر میسازه. آیتم دیگه سلمنت است که بیس پولشویی که دیجه شده یا موضوعی که پولشویی را پیچیده میسازه در این کیس اینمی سلمنتشان است که البته بعدا به دیتیل سر صحبت میکنیم. فعلا شما هم تو کتش بلد باشین. ما اگه فرضاً شارت کردم سهام اپل را یا فروختم سهام اپل را 1000 دانه سهم، فعلا در حساب ما 1000 دانه سهم منفی شده و دایچه بانک فعلا بر ما چی گفته که تو 1000 دانه سهم اپل قرضدار هستی بر من. در اینجا دایچه بانک هم اکسپوز شده، یعنی که خود دایچه بانک هم اینجا خطر قبول کرده که اگر سهام اپل تا بالا بره کمکی وام ضرر میکنه. سلمنت بیسیکلی در اینجا در اینوستمنت بانکینگ چی رقم است؟ این حال ما تو که شارت کردیم در دایچه بانک حتما یک دانه مشتری دیگه آمده گفته که ما 1000 دانه سهم اپل را میخوایم بخرم، 1000 دانه سهم اپل را میخوایم چی کنم؟ خریداری کنم. دایچه بانک چی میکنه؟ میگه 1000 دانه سهم اپل اینی آدم فروخت و 1000 دانه سهم اپل اون آدم دیگه خریداری کرد، اینا را نت میکنه. بالانس ها را چی میکنه؟ نت میکنه که میمانه باقی ماندیش چی؟ صفر. یعنی فعلا اکسپوژر دایچه بانک هیچ چیزی نیست. اونو کستومر خرید، از بجایش اونو کستومر دیگه فروخت. قیده ایجا ده اینوینتری که ما دارم یا ده سهامی که مربوط دایچه بانک میشه کدام تغییر نامده و ریسکش هم فوق العاده کم شده. برای این ما شما سلمنت میگیم. وقتی که فروشنده و خریدار ما شما چی میکنیم؟ بیسیکلی معاملاتشان که یکی دیگه متقابل میکنیم. البته در این اندستری برای سلمنت گفته میشه. آیتم دیگر هم که ترمش که بلد باشیم سبسیدری است. باز بعد از بخیر میریم اندپت سر از این پولشویی صحبت میکنیم که بازم میگم بسیار پیچیده موضوع است. سوالاتی که بر شما پیدا میشه باز در آخر جلسه ما شما سکشن می داشته باشیم که درش جواب بدیم به سوالا، پیش خود نوت بگیرین و باز در آخر جلسه ما شما سر صحبت خود خواد داشته. سبسیدری بیسیکلی چی معنا میته؟ ما شما یک کمپانی داریم به نام کمپانی A و یک کمپانی دیگر ما شما چیشه بدست داریم؟ کنترلش بدست داریم که اکثریت اوقات اکثریت سهام از این کمپانی را که ما شما داشته باشیم به ایمان از کنترلش میکنی. خیلی کمپانی B سبسیدری کمپانی A میشه. یک مثال که در افغانستان ما بر تو دادم میتونم از زی بانک است و بانک اسلامی یا آی بی ای است. بانک اسلامی که است یک بانک است که از زی بانک رو خریداری کرده، کنترلش میکنه. خیلی بانک اسلامی سبسیدری از زی بانک میشه و از زی بانک پرنت کمپانی حساب میشه. اینی چند دانه ترم البته با فعلا فقط با مو اندازه بلد باشین که شما بفهمین پولشویی چی رقم انجام شده و باز انشالله حتما بعد از این اینترست پیدا میکنین که فرد در خود شما در این پروسه ریدینگ داشته باشین. دیگه بعد از این موضوعاتی که ما شما سر صحبت میکنیم این رقم 4 تا می باشه، چرا که پروسه با اندازه پیچیده است که ما شما نمیتونیم توسط پاراگراف ها رو تشریح بدیم یا نمیتونیم توسط سلاید ها رو تشریح بدیم که فرضاً این تو گپ شد و این رقم پیش رفتن. در زمانی که ما شما میخوانیم که پولشویی انجام شده، یکی لیگل سرلمنت باید کتش بلد باشه. وقتی که یک آدم میخواه به شکل قانونی در بازار سهام یا استاک یا سکیوریتیز معامله کنه، به شکل قانونی و چی رقم پیش میرفته. این اول یک تشریح میتیم، باز بعد از اون میریم میبینیم که خود روسا چی رقم پروسه را استفاده کردن به خاطر از این پولشویی. استپ اول ما شما میخواییم که یک اکانت اوپن کنیم در دویچه بانک. شما چی میکنین؟ یک ریکوست ارسال میکنین به دویچه بانک که ما میخوایم یک اکانت سکیوریتیز اوپن کنم و ما میخوایم که دوام سهام خرید و فروش کرده بتونم و هم پول خود در جای دیگه انتقال داده بتونم. و عین شکل شما مجبور هستین که به دویچه بانک KYC داکیومنت خود ارسال کنین. خب اگر ما میخوایم سهام خرید و فروش کنم، پیسه خود از کجا کردین؟ برای ما میراث رسیده، ما کدام شرکت دارم،
کدام جایداد خود فروختیم که بر ما پیسه پیدا شده، یعنی سورس آف فند ارسال میکنم، کاروبار ما چی است، پاسپورت یا مو ایدنتیفیکیشن خود برشان ارسال میکنم که اونمو KYC داکیومنتشان مکمل پوره شد. بعد از او یک اکانت بر ما شما چی میشه؟ اوپن میشه. میریم اینال در استپ 2. فوق العاده چارتا مهم است که تش بلد باشین، چرا که چارتی است که اینمی بیس از پولشویی قرار میگیره و نظر به این ما شما انالیتیکس خود انجام میدیم که چی رقم اینا پولشویی انجام دادن. در استپ 2 ما شما اینا اکانت اوپن کردیم. در دویچه بانک ما اکانت دارم و ما میخوایم که یک سهم را بفروشم. اینال چارت که است بر شما را بیخی عادی سازی میکنه که اگر ما بخوایم یک استاک را بفروشم چی رقم پروسه انجام میشه. کلاینت این او اکانت را جور کرده و با دویچه بانک چی میکنه؟ شارت آردر یا سل آردر را رای میکنه. شارت که است به معنای فروش است، یعنی ما شما فعلا چی نداریم؟ سهم کمپانی اپل را نداریم، سهم کمپانی اپل را نداریم و ما شما میخوایم که چی کنم؟ اینمی سهامش بفروشم. ما یک پیش بینی کردیم که قیمت سهام اپل پایان میره و در قیمت فیلیش ما میفروشم، قرض میگیرم سهامش و بعدا سهامش میخرم، قرض خود خلاص میکنم، چون قیمتش پایان آمده و دیگه مفاد میکنم. یاردار ما شما میره به دویچه بانک. نال دویچه بانک است آلردی KYC کرده، ما شما را میشناسه، سورس آف فند ما را میفهمه و این شکل ما شما پیش کرده داریم. یعنی اگه میگه که اگه ما برای زیادم قرضه بتون پس پیسه مرا داده میتون. دویچه بانک چی میکنه؟ اینمی آردر را ارسال میکنه به بروکر یا کسی که اونم اصل کارش خرید فروش سهام است و این شکل به بروکر اونمو پول هم ارسال میکنه یا فرض مثال سهامی که خود دایچه بانک داره او رو ارسال میکنه، ایره میفروشه. بروکر بر دایچه بانک اینمی آردر چی میکنه؟ اکسیکیوت میکنه یا مکمل میکنه، یعنی معامله رو برش انجام میده. البته دیگه آن بیاف آف دایچه بانک است، یعنی بروکر اینمی آردر شارت یا فروش سهام اپل را اعتماد نظر میگیره که از دایچه بانک آمده، که کستومر کار نداره. وقتی کاردار ای بروکر اکسیکیوت کرد و اونمو سهام فروخته شد، پس دوباره به دایچه بانک چی میشه؟ اونم پیسیش میه. یعنی تو اگر 1000 دانه سهم اپل داشته باشی فرض مثال و ای $1,000,000 ارزشش داشته باشه نظر به قیمت فیلیش، دویچه بانک اینه میگه که 1000 دانه سهم اپل را میفروشه مینی سهم. بروکر چی میکنه؟ 1000 دانه سهم میفروشه و $1,000,000 میته به دایچه بانک. سهام میفروشی پیسه میگیری. اینه پروسش است. دویچه بانک چی میکنه؟ این حال اینی قسمت. دویچه بانک برای کستومر در حسابش نوشته میکنه که کستومر 1000 دانه سهم از پیش ما قرضدار است. نوشته نمیکنه که $1,000,000 قرضدار است، نوشته میکنه که 1000 دانه سهم قرضدار است، چون که ما تو گفتیم که اگر قیمت سهم تا بالا بره در اونو شرایط باز بر دایچه بانک ریسک ایجاد میکنه که ضرر کنه. با همون خاطر میگه خب فعلا که 1000 دانه سهم فروختی 10 سال بعدم که آوردی بر ما دادی اونم 1000 دانه سهم را بده که ما دیگه ضرر نکنم. خب منفی 1000 دانه سهم که در کتاب کلاینت این نوشته کرد، عین شکل این $1,000,000 که از فروش از سهام آمده او را به کلاینت ای چی میکنه؟ در اکانتش دیپازیت میکنه. یک شکلی از قرضه است، یک شکل از قرضه است. قرضی که با پیسه نیست، با سهام است. درست است. این چیز پروسه است که ما شما سهام را میفروشیم. آردر ارسال میکنی با اینوستمنت بانک، اینوستمنت بانک بروکر سهام را میفروشه، بروکر خب معلومدار بر تو پیسه میده، خب یک چیزی که میفروشی پیسه میگیری. و بانک اینال چی میکنه؟ ما تو را نظر به سهام قرضدار نوشته میکنه و اونم پیسه را در حساب بانکی ما تو ارسال میکنه. این پروسه چیش است؟ پروسه قانونیش است که انجام میشه، فعلا هم کدام مشکل نداره. و بیسیکلی اینی چی میباشه؟ بالانس کستومر میباشه. صحیح است؟ در اینجا گفته فرضاً اگه 1000 دانه سهم را فروخته قیمت از او باشه $10,000. 1000 دانه سهم را فروختیم قیمتش باشه $10,000. فعلا در حساب کلاینت یا کستومر 1000 دانه سهم قرض نوشته میشه و $10,000 در حسابش اضافه میشه. این چی است؟ شارت سکیوریتیز است به شکل قانونیش. خوب شما دقیقی را متوجه باشید. میریم اینال ما شما در پروسه خریداریش که اگر یک کلاینت میخواد یک رو خریداری کنه او پروسه چی رقم انجام میشه. این شکل برای کلاینت A و کلاینت B پروسه باز کردن اکانت یک چیز است، فرق نمیکنه.
شما اپروچ میکنین بانک، داکیومنت های خود را میتین برشان یا اسنادا را و او بر شما اکانت جور میکنه. میریم در استپ دو. در استپ دو منال ما شما من ایسی کلاینت ایتو مد نظر میگیریم که امکانش هست من سکیوریتیز را داشته باشم یا اونمو استاک را داشته باشم و عین شکل امکانش هست که من استاک را نداشته باشم. امکانش هست داشته باشم، امکانش هست نداشته باشم. که در اینی شرایط وقتی که در پولشویی استفاده شده استاک یا کش مد نظر نبوده، تنها ما شما چی را مد نظر میگیریم؟ ایتو مد نظر میگیریم که کستومر که میخواسته سهام را بخره، پول را در اکانت خود اضافه کرده، پولش دایچه بانک گرفته برای سهام خریده. در این جنال ما شما اونم پروسه را چک میکنیم. فرضاً کلاینت بی در اکانت خود $10,000 اضافه کرده و ما شما میخوایم که 1000 دانه سهم را خریداری کنیم و قیمت از 1000 دانه سهم هم از $10,000. درست است؟ ما شما با دایچه بانک این آردر ارسال میکنم که 1000 دانه سهم من میخوایم بخرم که قیمتشان از $10,000. دایچه بانک نال چی میکنه؟ آردر ارسال میکنه و بروکر، عین شکل فروشش. بروکر برش 1000 دانه سهم خریداری میکنه. بروکر برش 1000 دانه سهم خریداری میکنه. نال دایچه بانک چی میکنه؟ با بروکر $10,000 ارسال میکنه. چرا؟ خب برش سهم خریده. سهم میخری $10,000 ارسال میشه برش. و وقتی که اکسیکیوت شد سهام که است در دست کستومر نمیره. این یک موضوع رو شما در اینوستمنت بانکینگ مد نظر داشته باشین، بخصوص وقتی که کستومرها دایرکت کت بروکر ارتباط نمیگیرن. سهامی که از اینجا خریداری شده در اینوینتری یا در پیش خود دایچه بانک می باشه و فقط دیگه تنها کاری که میکنه دایچه بانک کت کستومر مقدار پیسه را از اکانت کستومر کم میکنه، یعنی $10,000 که کستومر داشتی ارسال میکنه به بروکر و این شکل بار به کستومر میگه که تو این حال 1000 دانه سهم داری. به کستومر میگه که تو چی داری؟ 1000 دانه سهم داری. این پروسه رو دوباره تکرار میکنیم چرا که بسیار مهم پروسه است. کلاینت بی $10,000 در اکانت خود اضافه میکنه، پیسه نقد. بر دایچه بانک میگه که 1000 دانه سهم برای ما خریداری کو. دایچه بانک برش میخره کت بروکر و $10,000 به بروکر میده، از بروکر سهم میگیره یا استاک میگیره. بعد از او چی میکنه؟ می $10,000 که در اکانت تو از او دیدکت میشه یا منفی میشه و بر تو سهم داده میشه و بالانس کستومر چی رقم میشه؟ به این شکل. فعلا این کستومری که است پیسه نقدش خارج شده و به جای پیسه نقدی 1000 دانه چی داره؟ سهم داره. البته این پروسه چی است؟ پروسه قانونیش است که انجام میشه فعلا. حالا میریم ما شما یک استپ فردر و میبینیم که در خود بانک چی رقم پروسه اتفاق میفته که البته یک تشریح است از اونمو موضوع فروش و خرید. ابتدا سکشن فروش را ما شما مطالعه میکنیم. سکشن فروش را کلاینت ایس میخواه سهم را بفروشه، آردر رای کرد به دایچه بانک. دایچه بانک چی میکنه؟ $10,000 اول میره در اینوینتری خود چک میکنه یا اون مقدار سهامی که داره. فرضاً کلاینت میخواد که سهم اپل را بفروشه، دایچه بانک را میگه که من سهم اپل را میخوایم بفروشم با $10,000. دایچه بانک میبینه خب من سهم اپل دارم، ما دارم. سهم خود ارسال میکنه به بروکر. صحیح است؟ سهم اپل که دایچه بانک داره به بروکر ارسال میکنه، بروکر رو میفروشه و با دایچه بانک $10,000 میده. سهم خود فروخته. دایچه بانک نال چی میکنه؟ این $10,000 را که گرفته به کستومر میده و کستومر میگه که تو این حال 1000 دانه سهم قرضدار هستی. و البته در این پروسه دایچه بانک کمیشن خود چارج میکنه، یعنی این کاری که برای کستومر انجام میده برای خود چی هم میگیره؟ کمیشن هم میگیره که اونم فایدهش حساب شه. این شکل پروسه لانگش هست. در این طرف چارت کستومر پول داره $10,000 در اکانت خود، با دایچه بانک میگه که من میخوایم سهم اپل رو بفروشم. دایچه بانک چی میکنه؟ از اکانت کستومر $10,000 دیدکت میکنه یا منفی میکنه، میره از بروکر سهم میخره، از بروکر سهم میخره و بروکر چی میکنه؟ در اینوینتری دایچه بانک یا در خود اونم حساب دایچه بانک 1000 دانه سهم ارسال میکنه. دایچه بانک نال چی میکنه؟ برای کستومر میگه که تو 1000 دانه سهم را خریداری کردی، این قدر کمیشن ماست و اینی $10,000 هم از اکانت تو منفی شد. اینی پروسه که از پروسه چی است؟ پروسه قانونیش است. صحیح است؟ پروسه قانونی خرید و فروش سهام است. این حال شما بلد شدین که لیگل استرکچرش
البته ضرورت نیست که بیخی اندپت بلد باشین، چون که بسیار پیچیده موضوع میشه. خب فقط فعلا بلد شدی خب اگه من میخوایم بفروشم سهام را، برای من سهم قرض میته، یعنی سهم را منفی میکنه، پیسه میته از بجاش، و در اینجا فعلا ما شما به شکل سهام قرضدار است که در آینده وقتی که ما بخوایم این قرضه را خلاص کنم، سهم میخرم میتونم به دویچه بانک. و عین شکل اگر میخوایم خریداری کنم، پیسه مرا میگیره، برای من سهم میده. و این کارا در این بین خود باید چی داشته باشه؟ یک بروکر داشته باشه. میریم اینال ما و شما در لاندرینگ ماشین صحبت میکنیم، یا کینمی پروسه پولشویی چی رقم اینا انجام میدادن. البته از این قسمت به بعد کمک پیچیده تر میشه که شما خوب دقیق فکر خود را داشته باشید. دویچه بانک در وقتی که کم کم اینمی پروسه پولشویی شروع میشه، سیوش به نام جوزف اکرمن بود. و جوزف اکرمن کسی بود که دویچه بانک به روسیه برد. یعنی در اوجا قبلا چی نداشتن، کدام سبسیدری نداشتن یا کدام بانک را در اوجا کنترل نمیکردن. جوزف اکرمن بسیار کتی پوتین هم نزدیک بود، چرا که وقتی که خود نمی جوزف اکرمن میره در روسیه، پوتین تا برش آفر میده که تو بیا چی کو صندوقای سرمایه گذاری روسیه را چیرمنش باش، یا ریاست کو، یا اوورسایتش داشته باش. که البته در او وقت سی اوی که قرار است مربوط دویچه بانک شوه، در یک بانک، در یک کمپانی در سوئیس کار میکرد. و عین شکل بعد از او یک بیلیونر یا یک میلیاردر روسی بود که سی او کمپانی از وام چی شد؟ جوزف اکرمن شد، که باز بعدا رفت طرف دویچه بانک. یعنی یک ارتباط بسیار نزدیک که روسا داشت سی او دویچه بانک. و موضوع دیگر هم که بر ما و شما البته در این قسمت بسیار مهم است، کتمی کسی که سی او دویچه بانک ارتباط داشته، برای بانک های قبرس بسیار کمک میکرده. ای البته که در کجا باز کار میشه، ایره باز بعدا سرش میخوانیم. یعنی در اینجا تو یک موضوع را بلد باش، سی او دویچه بانک که روسا بسیار ارتباط نزدیک داشته، و روسا که بانک های قبرس بسیار ارتباط نزدیک داشته. و البته اکثر اوقات وقتی که روسا میخواین پول را از روسیه اخراج کنن، در قبرس انتقال میتن، چرا که اونجا تکس هیون حساب میشه، مالیه کم است، و عین شکل میتونن که از اونجا در 4 طرف دنیا پول انتقال بدن. استپ اول که ما شما بفهمیم پولشویی چی رقم انجام شده، که خود استرکچر دویچه بانک کم بلد شویم خوب است. البته که استرکچر عمومیش ما شما کار نداریم، که استرکچر که پولشویی شده تا نامور ما تو کار داریم. بین دو دانه برانچ دویچه بانک، یکی برانچش که در لندن بود و یکی برانچش که در مسکو بود، ارتباط میشد و توسط نمی دو برانچ پولشویی انجام میشد. دویچه بانک سبسیدریش که در مسکو بود، سی اوش جدا بود، منیجمنتش جدا بود، مدیرایش مکمل جدا و مستقل بود. یعنی مستقل که از با لندن یا با دویچه بانک یوکی چی نمیدادن، اینا جوابگو نبودن یا ریسپانسیبل نبودن به تصمیم گیری خود، مکمل اندپندنت بودن. تنها بخش از دویچه بانک مسکو که به برانچ لندن راپور میداده، بخش پولشویی برانچ مسکو بوده. یعنی برانچ لندن سر برانچ مسکو تنها در بخش پولشوییش چی داشتن؟ کنترل داشتن و مانیتورینگ خود را انجام میدادن. جدا از اون مکمل برانچ مسکو چی بوده؟ مستقل کار میکرد. ارتباطات بین از یا چی رقم انجام میشد. برانچ مسکو که است از خود چی داشت؟ کوب تیم جدا داشت. کوب تیم چی معنا میده؟ کستومر آنبوردینگ تیم است. یعنی هر وقتی که از خود روسیه مشتری ها میخواستن که اکاونت جور کنند در دویچه بانک، اینا میرفتن در برانچ روسیه و در اوجا خودشان KYC میکردن، خودشان و کستومر برش اکاونت جور میکردن. یعنی هر کستومر روسی که میخواست در دویچه بانک اکاونت جور کنه، KYC شو ای که اسنادایش چی رقم پیدا میشه، کلش مربوط برانچ روسیه میشده. و عین شکل یک موضوعی که باعث شد پولشویی در اینجا پیدا شد و رایش پیدا شد. در گذشته برانچ های مختلف دویچه بانک، فرض مثال یک برانچ از در چین، یکیش از فرض مثال در ژاپن، اینا میتونستن که یک کستومر فرض مثال از امریکا ثبت نام کنند در این بانک یا بر شکم جور کنند. این موضوع سر شکمه که بر دیتیل صحبت میکنیم، چرا که اصلی
دلیلی که باعث شدی پولشویی امکان پذیر شوه اینمی فلای است که در اینجا داره. البته در اینجا من نوت اضافه میکنم، یک کمی بزرگتر میسازیم فونت را. استپ اول برانچ مسکو است. برانچ مسکو است. یک دانه کستومر است، فرض مثال در قبرس، و برانچ مسکو میخواه که بر از این اکاونت جور شوه. یک کستومر از در قبرس و برانچ مسکو میخواه که بر از این چی جور کنه؟ اکاونت جور کنه. یک فونت را بگیریم که بر شما معلوم شد. بیسیکلی طبق استرکچری که دویچه بانک پیش میبرد، برانچ مسکو چی میکرد؟ اسناد اینمی کستومر که در قبرس است، اسناد کستومر که در قبرس است، برانچ مسکو میگرفت و برانچ مسکو را به تیم لندن ارسال میکرد که در اون وقت تیم لندن اکثریتشان در اند بود. یعنی همون تیمی که کستومر آنبوردینگش لندن را انجام میداد در اند بودن، در اند مستقر بودن و ایرا برش آفشورینگ ما و شما میگیم که یک پروسه از کمپانی را بیخی انتقال میتن به کشور دیگه. اینا چی میکردن؟ اسناد از او کستومر را ارسال میکردن به تیم لندن که در اند بودک، اونا بررسیش میکردن و تیم لندن چی میکرد؟ اسناد کستومر را به برانچ لندن ارسال میکرد، میگفت کستومر پاک است، بر شما اکاونت جور کنین، ریسکش کم است. و بیسیکلی برانچ لندن چی میکرد؟ به کستومر که از قبرس است یا از خود لندن است اکاونت جور میکرد. این حال موضوع دیگه که بسیار اینترستینگ است دیجا، وقتی که نمی کستومر که فرزند در لندن است و اکاونتش از طریق برانچ مسکو جور کردن، از اینجا به بعدش یک کمک پیچیده میشه. با همون خاطر یک کمک ما دیتیل سر زیاد میکنم، صحبت سر زیاد میکنم، شما مگه نمیفهمین باز داخل سوالات خود داشته باشین. نفری که یا کستومری که یا یک شرکتی که در لندن است و اکاونت خود را از طریق شعبه مسکو جور کرده، بعد از اینکه تیم مسکو را فرض مثال تیم لندن مکمل داکیومنتاش چک کردن و خلاص شد، برای اینمی کستومری که در لندن است در شعبه لندن یک اکاونت جور میشه. با وجود از اینکه در شعبه لندن یک اکاونت جور شده، هر وقتی که کستومر بخواد کدام معامله انجام بده، معاملهش برانچ مسکو پیش میبره. چرا؟ از خاطر که برانچ مسکو رو چی کرده؟ فرزند پیدا کرده، یا برش گفته میتونه که مارکتینگ برش کرده و برو شامل کمپانی کرده. یک پروسه چی بوده؟ به خاطر بونس شان بوده. یعنی هر برانچ از هر نقطه دنیا که کستومر میاره به دویچه بانک، منیجمنت از اوی که معامله از او چی رقم منیج کنه مربوط همون برانچ میشه. یعنی برانچ مسکو اگر از امریکا کستومر معرفی میکرد، معاملاتش مربوط برانچ مسکو میشد، گرچه او آدم در امریکا معامله کرده. و این شکل اگر از لندن کستومر معرفی میکرد، معاملاتش مربوط برانچ مسکو میشد، گرچه معاملات از او در لندن است. این پروسه است که کم کم چی میکنه؟ پولشویی را بر ما و شما پاسبل میسازه یا ممکن پذیر میکنه. این استرکچرش بود، یک خلاصه تشریح دیگه میکنم، باز ما شما میریم پیش. برانچ لندن که مربوط دویچه بانک میشه، قانونا سرشان زیاد است و ریسکشان بسیار کمتر است. سر برانچ مسکو تنها روی KYC شان و موضوعات پولشویی شان کنترل داشته. دیگه جدا از اون موضوع منیجمنت سیوش کلشان چی بودن؟ مستقل بودن و مستقل تصمیم گیری میکردن که برای این میتریکس استرکچر گفته میشه. بعد از او موضوع کستومر آنبوردینگ است. اگر از مسکو یا از روسیه کسی میخواسته که در دویچه بانک اکاونت جور کنه، کل کارشان برانچ مسکو انجام میداد. و اگر برانچ مسکو از یک کشور دیگه، حالا هر کشوری که باشه، کستومر معرفی میکرد به دویچه بانک، داکیومنتش برانچ مسکو ارسال میکرد به تیم اونمو کشور، تیم از اون کشور تاییدش میکردن، اکاونت در اونمو کشور کستومر چی میشد؟ اوپن میشد. اما با وجود از اینکه اکاونت در کشور دیگه است، باز هم معاملاتش برانچ مسکو چی میکرد؟ منیج میکرد. چرا؟ اگر از معامله از این کستومر کدام کمیشن فرض مثال ارن میکنه یا کدام مفاد میکنه کمپانی، باید معلوم باشه که کستومر کدام نفر کدام برانچ بر ما معرفی کرده. از همین خاطر کل معاملات مسکو چی میکرد؟ منیج میکرد. اینجا یک موضوعی است که شما باید کم کم فکرتان شود. اگر ما در روسیه هستم، یک فرد روسی هستم، اما فرض مثال به اندازه 1 میلیارد دلار میخوایم که پولشویی کنم و از روسیه انتقالش بتم یک کشور دیگه که پاک شود. در اینجا ما چی میکنم؟ میرم در برانچ مسکو.
در برانچ مسکو میگم بیادر ما در قبرس یک شرکت جور میکنم، یک شل کمپانی جور میکنم. دوجه ما کدام ماشینری کدام کار نمیکنم، یک شل کمپانی در قبرس جور میکنم. ما بر تو اسناد اضافه میتم، خودم جورش میکنم. تو چی کو یک اکاونت برای ما در لندن جور کن. صحیح است؟ ایناله اینی کستومره که از قبرس هم اکاونت جور کرده یا از سپرس هم مربوط ما تو میشه، شل کمپانی است، صاحبش یا بنفیشال اونرش ما هستیم که به نام هر کس جور کردیم جدا گپ است. این اسنادش هم میتونم به برانچ مسکو رویش میکنه به لندن بر از او اکاونت جور میکنه ایناله. اما میتونم اکاونت خودم که در روسیه هستم کنترل کنم، اما میتونم اکاونت شرکت را که در قبرس جور کردیم اکاونتش در لندن است او را هم کنترل کنم. چرا؟ از خاطر که معاملات در دوی از این کستومر توسط یک برانچ کنترل میشه یا توسط یک برانچ ریکارد میشه. اینطور نیست که فرض مثال یک کستومر از در لندن اکاونت جور کرده و کسی که در لندن هم اکاونت جور کرده شل کمپانی موتو باشه که کدام کار جنجالی نیست. شل کمپانی ما شما در لندن است، اکاونت برش در لندن جور کردیم. این به این معنی نیست که اگر ما بخوایم از این اکاونتی که در لندن دارم یا از شرکتی که در لندن دارم معامله کنم برم در برانچ لندن. نه، چون برانچ مسکو را معرفی کرده و ما از اکاونت از یا مگه بخوایم معامله کنم میرم در کجا؟ در برانچ مسکو. یعنی دو نقطه از دنیا را ما شما که یک برانچ دیجه چی کرده میتونیم ارتباط مستقیم داده میتونیم که یک پارت پولشویی است که را ممکن ساخته. البته یک فلای است که در سیستمشان بوده که باعث شده این مقدار پولشویی شد. میریم اینال در موضوع دیگه که فوق العاده بر ما شما انترستینگ میسازه و جالب میسازه این موضوع را. موضوع ریموت تریدینگ یا بوکینگ است. یک صلاحیت دیگه است که نال به برانچ مسکو داده میشه. نال موضوع یک اگزمپل هم میتیم که بر شما بکی ساده شوه این موضوع. ما شما یک شل کمپانی در لندن جور کردیم. از طریق برانچ مسکو را ما شما چی کردیم؟ برش اکاونت جور شده، یعنی معاملاتش مربوط برانچ مسکو میشه. و از اینمی کمپانی که ما شما در یوکی داریم یا در لندن دارم، ما میخوایم که 1000 دانه سهم را بفروشم. 1000 دانه سهم را بفروشم. کمپانی هم در لندن است، اکاونتش هم در لندن است. مگم در برانچ لندن یاردار خود ارسال نمی کنم. یاردار در کجا میره؟ در برانچ مسکو میره. صحیح است؟ اینجا برای شما دیاگرام شما دادیم. اونم کستومری که در لندن است و توسط برانچ مسکو اینترودیوس شده، آردر خود را به برانچ مسکو ارسال میکنه. و برانچ مسکو چی میکنه؟ اینمی آردر از ایره به شکل ریموت از خود مسکو در حساب یوکی بوک میکنه. یعنی مسکو برانچ که است در حساب یا در سیستم یوکی چی داره؟ دسترسی داره و میتونه که از مسکو در حساب کتاب یوکی معاملات را ریکارد کنه. برای اینی ما شما چی میگیم؟ ریموت بوکینگ یا ریموت تریدینگ گفته میشه. کارمندایی که در لندن است خبر ندارن. البته در اون لحظه بعدا ریپورتش میره خو برانچ مسکو کستومر بر ما معرفی کرده و از طرف کستومری معامله را انجام داده، خو مشکل نیست. معامله را هم خود مسکو انجام میداده. یعنی تو نیست که اگر فرض مثال ما شما میخواستیم در لندن سهم بفروشم باید برم در برانچ لندن. برانچ مسکو را بر ما شما چی میکرده؟ انجام میداده به شکل غیر مستقیم و به شکل ریموت. از خود مسکو فرض مثال در یوزر خود لاگین میشده و این 1000 دانه سهم را آن بیاف آف یوکی کلاینت میفروخته و در اینجا چی میشده؟ این حالا باز برانچ یوکی در اکاونت از یادم پول ارسال میکرده چون سهم را فروخته. برای این ما شما چی میگیم؟ ریموت بوکینگ یا ریموت تریدینگ میگیم. حالا کم کم شاید بر شما معلوم شده باشه که این قضیه پیچیده تر شده میره. خب از خوبی ده چی است که جلسه رو ریکارد میکنیم. اگر بازم بر تو کدام مشکل پیدا شد، یک کیس استدی بسیار خوب است براتون، مخصوص کسی که میخواد تفتیش کنه یا عادت کنه. میتونین که بعدا هم بخیر دفعه دوم ببینینش، دفعه سوم ببینینش که بیخی نمی موضوع ازی پولشویی بر شما کلیر شد. میریم ما شما در سکشن بعدی. سکشن بعدی برای ما شما دیگه چی است؟ یک ترم را داریم که البته غیر قانونی است فعلا. یک ترم را داریم که غیر قانونی است. برای از اون ترم ما شما چی میگیم؟ میرر تریدینگ میگیم. میرر
تریدینگ گفته میشه. قبل از اینکه سر از این دیاگرام پیچیده تر با شما صحبت کنیم، میم در این قسمتی که یکم خالیگاه زیاد است، در اینجا میرر تریدینگ تشریح میدیم که چی معنا میده. فرضاً یک کستومر است به نام A و یک کستومر است به نام B. کستومر A میآید در ساعت 2 بعد از ظهر، در ساعت 2 بعد از ظهر 1000 دانه سهم را میفروشه. 1000 دانه سهم را بفروشه. کستومر B در ساعت 2 بعد از ظهر در عین ساعت در عین تاریخ میآید 1000 دانه سهم را میخره. میآید 1000 دانه سهم را چی میکنه؟ میخره. یکیش سهم خریداری کرده و یکیش سهم فروخته. برای این ما شما میرر تریدینگ میگیم. هر دو دانه معامله که شده در همزمان شدن یا نزدیک یکی دیگه هستن نظر به زمان، عین سهام را فروختن و خریداری کردن و عین اندازه خرید و فروش شدن. اگه کستومری از 1000 دانه سهم را فروخته، مربوط کمپانی اپل شده. اگه کستومر بی است 1000 دانه سهم را خریداری کرد، مربوط کمپانی اپل شده. و برای این ما شما چی میگیم؟ میرر تریدینگ میگیم. عین سهام، عین اندازه، در عین زمان، در عین تاریخ اینا چی میکنن؟ معامله برعکس یکی دیگه خود را انجام میدن. و برای این میرر ترانزکشنز یا میرر تریدینگ گفته میشه. این حال ما شما میبینیم که از این میرر تریدینگ روسا چی رقم استفاده کردن که 10 میلیارد دلار را پولشویی کنن. البته دایچه بانک از بسیار یک سابقه خراب داره. از سال 1999 تا 2017 یک اشاریه چند تریلیون دلار است که فلک شده به خاطر پولشویی. یعنی سابقه خراب دارن و در اینجا توسط کی اکسیکیوت شده؟ توسط روسا. و طبق ریپورت هایی که دارن، فکر کنم یکی از فامیلای نزدیک پوتین هم از این استفاده کرده. مردمی که به حزب الله لبنان پول ارسال میکردن از این متد استفاده کردن. مردمی که فرض مثال قاچاق مواد مخدر یا قاچاق انسان انجام میدادن از این سیستم استفاده کردن. و این شکل بعضی ریپورت ها هم هست که وقتی که مردم میخواستن پول مواد مخدری که بخصوص اسپسیفیکلی از افغانستان جنریت شده، او را هم از این سیستم اونا چی میکردن؟ پاکسازی میکردن. یعنی یک سیستم بوده که ترافیکرها یا قاچاق برای بین المللی را به خود جذب کرده. و این فعلا 10 میلیارد دلاری که فلک شده، این 10 میلیارد دلاری است که اینا تانستن را پیدا کنن بین میلیون ها دانه معامله. این که چقدرش پیدا نشده او تا فعلا را معلوم نیست. میریم منال سر اصل پروسه که پولشویی را ممکن ساخته یا امکان پذیر ساخته و از او استفاده کردن به خاطر انتقال 10 میلیارد دلار سر از او صحبت میکنیم. استپ اول چی میشده؟ استپ اول فرض مثال یک قاچاقبر است به نام A و این فرضاً 1 میلیارد دلار پیسه داره که میخواد یکی از روسیه انتقال بده خارج. و این چی داره؟ روبل روسی داره. صحیح است؟ و پیسه از او فرضاً ناپاک است، پول سیاه است و او را میخواد یک سفید سازی کنه. و یا بعض اوقات پاک است پیسهش، از بزنس به دست آورده. خب مگه سر روسیه چی است؟ تحریم است، میخواد که خارج انتقالش بده. سر ازش ما شما کار نداریم. و مقدار روبلی که پیش از یادم است به شکل مجموعی میشه 1 میلیارد دلار. این میای چی میکنه؟ در دایچه بانک در برانچ مسکو اکاونت اوپن میکنه، طبق ارتباطاتی که داره KYC را خلاص میکنه، اسنادهای خود را میده، اکاونتش در مسکو جور شد. و چون خود مسکو تیم جدای خود داشتن به خاطر داکیومنت کستومرها، در اوجه کدام مشکل نشد. این شکل اینمی آدم چی میکنه؟ میره در لندن. البته شما که باز 1 میلیارد دلار پیدا کردین، این که شما در لندن بتانین یک کمپانی جور کنین، اونقدر کار بسیار سخت نیست. این شکل اینمی قاچاقبر میره در لندن یک شل کمپانی جور میکنه. البته به نام خودش نه، به نام یک نفر دیگه. و اینا چی میکنه؟ اسناد اینمی شل کمپانی را میاره به برانچ مسکو. خودش نه، خب مگم اتوانمود میکنن که اینمی کستومری که در لندن است برانچ مسکو پیداش کرد. برانچ مسکو چی میکنه؟ قسمی که پیشتر ما شما صحبت کردیم، اسناد از این شل کمپانی رو چی میکنه؟ میگیره
ارسالش میکنه به تیم لندن. تیم لندن ایره قبول میکنه و برای اینمی شل کمپانی یک اکانت در لندن جور میشه. یکی از کلانترین بانک های دنیا. فعلا اینمی قاچاقبر چی داره؟ یکی در مسکو اکانت داره که از دو پیسه داره که میخوای خارجش کنه از مسکو، و یکی هم در لندن اکانت داره که وقتی در او اکانتش پیسه ارسال شد و میتونه در کل جای دنیا او را انتقال بده، چرا که پاکسازی میشه. پیسه از کجا پیدا شده؟ از فروش سهام پیدا شده و اینو هم اسنادش خلاص دیگه، کسی او را تریس کردن نمیتونه کی از کجا شد. فعلا این آدم به دو نقطه دنیا که یکی مسکو است یکی هم لندن از دسترسی پیدا کرد. میمانه اینال پولشویی که خب من این 1 میلیارد دلار که دارم و فعلا روبل است، ایره چی رقم انتقال بدم از مسکو به لندن. و اینی جای کمکی پیچیده میشه. پیچیده خود شده تا حال خود یک کمک پیچیدگی زیادتر میشه. این آدم که به نام ایما و شما بعد از این میگیمش، میره در شعبه مسکو یا در برانچ مسکو و 1 میلیارد دلار چی میکنه؟ سهم خریداری میکنه. 1 میلیارد دلار چی میکنه؟ سهم خریداری میکنه. به خاطر که ساده‌تر شما 1 میلیون دلار میگیریمش. اینمی کستومر میره 1 میلیون دلار سهم خریداری میکنه. فرض مثال سهم کمپانی بیر خریداری میکنه. دویچه بانک مسکو چی میکنه؟ 1 میلیون دلار از اکانت ازی منفی میکنه، سهم خریداری شده. و این شکل دویچه بانک مسکو میره با ما اندازه 1 میلیون دلار ازی برش سهم میگیره. که در اینجا بیسیکلی چی شده؟ در اینجا دویچه بانک اینمی 1000 دانه سهم را خریداری نمیکنه. در واقعیت دویچه بانک 1000 دانه سهم را خریداری نمیکنه. در معامله قبلی که ما شما لانگ و شارت را داشتیم یا خرید و فروش را داشتیم، یک سکشن بود به نام بروکر. در اینجا کدام بروکر نیست. در اینجا بروکر نیست. دویچه بانک مسکو فعلا در اینجا چی میکنه؟ نوشته میکنه که ما 1000 دانه سهم منفی شدیم. 1000 دانه سهم را به کستومر فروختیم. درست است؟ در حالی که از سهم را خود دویچه بانک خریداری نکرده. و 1 میلیون دلار از اکانت از این کستومر چی میکنه؟ میگیره. و عین شکل دویچه بانک مسکو نوشته میکنه که من 1 میلیون دلار پول دارم اضافه که به شکل روبل است. در عین زمان، در عین وقتی که کلاینت ای در دویچه بانک مسکو 1000 دانه سهم را خریداری کرده و دویچه بانک مسکو را منفی 1000 و مثبت 1 میلیون دلار کرده، کلاینتی که در لندن است برعکس از این آردر ارسال میکنه. کلاینتی که در لندن است چی میکنه؟ برای دویچه بانک مسکو که در این قسمت بر ما و شما نوشته شده، یک آردر ارسال میکنه که من میخوایم 1000 دانه سهم را بفروشم. 1000 دانه سهم را من میخوایم چی کنم؟ بفروشم. اینی کلاینت یوکی است. صحیح است؟ کلاینت که در روسیه است و کارش خلاص شد. کلاینت یوکی در عین تایمی که یا در عین زمانی که کلاینت روسی آردر ارسال کرده، یا عین آردر مگم برعکسش ارسال میکنه. کلاینت یوکی میگه که من 1000 دانه سهم را چی میکنم؟ میخوایم بفروشم و بر ما پیسه بدید با شکل قرضه. و این چی تو میشه؟ این میره در دویچه بانک مسکو. دویچه بانک مسکو در یوزر خود لاگین میشه و میره در حساب یا در اکاونت یوکی نوشته میکنه که اینی کستومری که در لندن است 1000 دانه سهم را فروخته، اینی قیمتش است، شما چی کنین؟ 1 میلیون دلار در اکاونتش اضافه کنین. 1 میلیون دلار در اکاونتش اضافه کنین. بیسیکلی نال چطور میشه؟ اینی 1 میلیون دلار که ما و شما روبل داریم به شکل دلار انتقال پیدا میکنه در اکاونت یوکی. و عین شکل وقتی که شما یک استاک شارت میکنین در برانچ مسکو الان مثبت 1000 استاک میشه. مثبت 1000 چی میشه؟ استاک میشه. چرا؟ از خاطر که به اینی کستومری که برای ما شما روبل داد، ما وقتی که استاک میخرم مجبور هستم که برای او استاک بدم. و اینی کستومری که بر ما شما سل میکنه، بر ما شما تو مد نظر میگیریم که استاک بر ما داد، ما برش پیسه دادم. و اینی جینال چی میکنن؟ internal netting انجام میدن. internal netting برش گفته میشه. و بیسیکلی دویچه بانک مسکو چی میکنه؟ این 1000 دانه منفی خود را که از این 1000 دانه مثبت خود خلاص میکنه، حساب خود را صفر میکنه. یعنی میگه که پیش من نه استاک کم است نه استاک زیاد است. و عین شکل این 1 میلیون دلار که روبل برای
کلاینت مسکو روسیه بر ما شما داده، او را عین شکل انتقال میده در اکانت کلاینت یوکی. البته اینجا روبل گرفت، در اوجه برش دلار یا یورو ارسال میشه یا پوند ارسال میشه. و تنهایی چیزی که در اینجا فرض مثال بانک دیده میتونه، قدم اولی است که خب یک کرنسی به کرنسی دیگه انتقال پیدا کرد یا کانورت شد و کمیشن هم برای ما آمد. یعنی شما تو دایرکتلی شک کرده نمیتونین که خب 1000 دانه سهم ای آدم فروخته و در مقابلش 1000 دانه سهم دیگه پس خریداری شده. در بازار سهم بسیار گپ عادی است. اما مشکلی که در اینجا بود چی است که در بازار سهام هیچ نمیرفت. در بازار سهام هیچ نمیرفت و نه از بروکری نه سهم میخریدن نه به بروکر میفروختن. اینترنل نتینگ انجام میدادن. دوباره این پروسه را یک تشریح میدم. البته اینی نوشتایی را که کردیم را پاک میکنم و نظر به می دیاگرامی را تشریح میدیم که به نظر ما بر شما شاید خوبتر تمام شود. خب دو دانه اکاونت ما شما داریم، هر دوش مربوط یک نفر میشه. کلاینتی که در روسیه است اکاونت خود جور کرده، رفته در لندن یک اکاونت دیگه جور کرده، یک شل کمپانی جور کرده، هر دوش مربوط است. بنفشال آنرش یک آدم است. کلاینتی که در روسیه است 1,000,000 دلار روبل در اکاونت خود داره، دلار نداره، روبل داره. و چی میکنه؟ میره در دایچه بانک مسکو، میگه که اینی قدر سام را ما میخوایم بخرم. دایچه بانک مسکو چی میکنه؟ اتو نشان میده که 1000 دانه سهم به کلاینت روسی خریداری شد و اکاونت کلاینت روسی را چی رقم نوشته میکنه؟ مثبت 1000 سهم و منفی 1,000,000 دلار به اندازش روبل. حالا که اکسچنجش هر چقدر است. و عین شکل در عین ساعت، در عین روز، در عین تاریخ، به عین اندازه و به عین کمپانی، اینمی کلاینت روسی چی میکنه؟ از اکاونتی که در لندن داره یک آردر ارسال میکنه به برانچ مسکو. برانچ مسکو چی میکنه؟ اینمی آردر میره توسط ریموت تریدینگ یا ریموت بوکینگ در حساب کتاب یوکی او را اضافه میکنه در حساب کتاب لندن و بیسیکلی چی میشه؟ لندن چی میکنه؟ اونمو 1,000,000 دلار به شکل یورو یا به شکل دلار در اکاونت کلاینت یوکی اضافه میکنه. اولین گپی که شد دیجا پول از روسیه به لندن انتقال پیدا کرد و به اکاونتی که مربوط یک نفر میشه، بنفیشل آنرش یک نفر است، انتقال پیدا کرده و بیسیکلی تغییر در سهام هم در اینجا نامده، چرا که مربوط بروکر نشده یا طرف بروکرت نرفته. منفی 1000 که در بخش فروشات دارم و مثبت 1000 که در بخش خریداری دارم. بیسیکلی را چی کردن؟ اما تو داخل شرکت نتینگ انجام دادن، این که تزی خلاص کرد و چی شده؟ صفر شده و بیسیکلی گفته که من نه سهم خود کمبود دارم نه اضافه دارم، فقط 1,000,000 دلار 1,000,000 دلار به اندازه روبل انتقال پیدا میکنه به لندن و برانچ مسکو از برانچ یوکی 1,000,000 دلار قرض دار میشه که یک پروسه بسیار عادی است که برای ما شما چی میگیم؟ اینترنل نتینگ میگیم. و در حساب کتاب چی رقم شده به کستومرها؟ کستومری که در یوکی است یا در لندن است فعلا 1,000,000 دلار داره، فعلا 1,000,000 دلار داره و 1000 دانه سهم قرضدار بانک است. 1000 دانه سهم قرضدار بانک است. ولی شل کمپانی است که بیخی 10,000,000 دانه سهم هم قرضدار شو خوب کدام فرق نمیکنه. و در کلاینتی که در روسیه است چی رقم تغییر آمده؟ در این سکشن ما شما منفی 1,000,000 دلار هستیم، یعنی 1,000,000 دلار از اکاونت ازی به شکل روبل کم شد و 1000 دانه استاک داره یا سهم داره. و توسط زینمی پروسه اینا چی میکردن؟ هر کسی که میخواست پول خود را از روسیه انتقال بده، چی سفید یا سیاه، میرفتن در کشور قبرس، در استونیا، در لاتویا، در لندن، در امریکا، حتی در USA یک شل کمپانی جور میکردن، از طریق برانچ روسیه اسنادای شل کمپانی را ارسال میکردن. این حالا که از طریق برانچ روسیه ارسال شد میتونستن که دو ترید خود در یک برانچ در عین زمان ارسال کنن. خودش که در روسیه است میگه که این 1000 دانه سهم ما میخوایم بفروشم، این پیسش در اکاونت کمش کنین از اکاونت ما
و عین شکل اکاونتی که در فرض مثال در امریکا دارن، می که 1000 دانه سهم را من میفروشم، برای ما پیسه بتین و مرا قرضدار کنین هستم. در روسیه سهم خریداری شد، روبل گرفته شد. در لندن سهم فروخته شد، دلار گرفته شد. صحیح است؟ البته طرف کستومر. و توسط از اینی تانستن که 10 میلیارد دلار را چی کنن؟ از روسیه خارج کنن. توسط از این پروسه. و این به اندازه دوامدار شد که 4 سال یا 5 سال اینا تانستن توسط میرر تریدینگ این همه قدر پول را از روسیه خارج کرده برن. ای که او پول فرض مثال کجا رفت، در کدام کشورها است، او دیگه تا کس نمیفهمه. فقط اونم در استونیا که رفت یا در قبرس که رفت، از بانک دایچه بانک خارج شد، دیگه باز دایچه بانک کدام صلاحیت نداره که از بانک دیگه بگم پیسه را پس بر ما بدی. وقتی خارج شد دیگه خلاص شد رفت. مشکلی که این سیستم داره، یکی اینترنال لیتینگ انجام میشه، یعنی در بازار هیچ نه سهم خریده میشه نه فروخته میشه، فقط از روسیه پیسه میگیرن، در لندن پیسه میتن. مشکل دیگه که داره، هیچ بروکر اینوالو نیست. و مشکل دیگه چی است که اینمی برانچ روسیه میتونه که تا در برانچ لندن هم ریکارد اضافه کنه، که اینمی باعث چی شده که اینمی پولشویی امکان پذیر شود. البته ما بر شما گفتم خودم که مطالعه میکنم، یکی از پیچیده‌ترین کیسایی است که مطالعه کردیم و بر شما احتمال بسیار زیاد میتونم که بعضی کنفیوژن ها میال مانده باشه، در بعضی نقاط شاید شما گیج باشین هنوز، که خوب است چیزی کم در آخرای سلاید ها هستیم، باز بخیر ما شما سر صحبت میکنیم. اینجا موضوع دیگه است. البته اونم این موضوع است، فقط سر نتینگش ما شما یک کمک دیگه هم صحبت میکنیم که بر شما بخی ساده شه. کلاینت که در یوکی است یا کستومری که در یوکی است که مربوط یک نفر میشه، فعلا در اکانتش هست منفی 1000 دانه سهم و عین شکل از بانک هم 1000 دانه سهم منفی میشه، چون که سیستم است و کار انجام میده. کلاینتی که در روسیه است در اکانتش هست مثبت 1000 دانه سهم و در سیستم هم عین شکل چی میکنه؟ مثبت 1000 دانه سهم انجام میده. یعنی منفی و مثبت دیگه چی میشه؟ نتینگ میشه. و برای بانک چی داره؟ کمیشن انکم داره، چرا که برای اینی کلاینت خودم معامله انجام داد، برای این کلاینت خودم باشه کمیشن آمد. و بیسیکلی افکتش برای کلاینت ها چی است؟ کسی که در روسیه است 1 میلیون روبل از اکانتش کم میشه، 1 میلیون دلار با شکل روبل از اکانتش کم میشه، و با کلاینتی که در لندن است برای او 1 میلیون دلار پیسه نقد داده میشه، یا دلار یا یورو یا پوند، گرسش نظر بر روبل خوبتر است. و اینی پروسه چی است؟ پروسه نتینگ است. و مشکلش که قسمی که سر صحبت کردیم چی است یا در کجا است که هر دو از این معاملات توسط برانچ روسیه کور میشد یا در برانچ مسکو کور میشد. و موضوع دیگه هم که نال موضوعاتش بلد باشیم این چی است که چقدر پیسه را خینا تانستن که پولشویی کنن. از سال 2011 الی سال 2015 اینا تانستن که به مقدار 10 میلیارد دلار را پولشویی کنن. در اکانت لندن دایچه بانک انتقال میدادن و باز از اکانت لندن دایچه بانک ارسالش میکردن قبرس، استونیا و لاتویا و بعضی اندسکلوز لوکیشن های دیگه. و در اوجه که رفت دیگه باز از جرسدکشن اینا خارج میشه، یا دایچه بانک نمیتونه کورا پس ریورس کنه یا نمیتونه کورا بلاک کنه، چرا که از بانک خارج شد رفت دیگه. و اینی پروسیجشان بود، پولشوییشان بوده. البته تا جایی که من تانستم خردسازیش کردم، کوچکش کردم و بر شما خوب است که برین خودتان هم یک مطالعه کنین، چرا که بسیار یک کیس دلچسب است. و ایتم دیگه هم چی است که یک اکوزیشن دیگه دارن که از سال 1999 تا 2017 1.3 تریلیون دلار توسط برانچای دایچه بانک پولشویی شده. البته فلگ شده این معامله، اسناد به اندازه کافی نیست که اینا بفهمن پولشویی شده یا نشده. خب فلگش کردن، سسپیشس ترانزکشن هست و تمام اونای اکثریتشان طرف استونیا رفته. نه اینجا پترنه که اردوی از این معاملات روسا و اونا دارن چیست که کشورهای مشترک ارسال کردن. روسا هم اگر 10 میلیارد دلار پولشویی کردن در استونیا ارسال کردن یک مقدارشه و اینی مقدار 1.3 تریلیون دلار دیگه هم که پولشویی شده اکثریتش رفته استونیا. درست است؟ و موضوع دیگه از بعد از این که اینمی فرادا فرض مثال پیش رفت، این حال موضوع دیگه که موضوع بفهمی است که خو خیلی چی رقمی را تانستن که بفهمن که فعلا فراد میشه.
او قسمت شما یک کمک بر ما شما نشان میده که ضعف در مدیریت در کجا بود. استپ اول در سال 2012 تا 14 فکر کنم 2500 دانه میرر ترید انجام شد در اینمی دویچه بانک و اینا تانستن در فبروری 2015 که دقیق دیتش در یاد من نمانده خود در سال 2015 اینمی فراد را یا اینمی منی لاندرینگ یا پولشویی را اینا کشف کنن که خب فعلا خود پولشویی روان است در برنچ های ما و در ماهی که اینا فرزن ایره چی کردن تانستن پیدا کنن 3 ماه قبل از اوی کار روسا استارت کردن. یعنی 3 ماه قبل از که اینا بفهمن پولشویی میشه مکملی پروسه را چی کردن اونا استاپش کردن که هم البته کمک شک میشه سرش. یک مشکل دیگه که در ایجاد سیستم دویچه بانک پیدا شدی بود که در می سالهای 2012 و 13 و 14 چندین بار برنچ که در لندن بود به برنچ مسکو ریکوست ارسال میکرد خو اینی کستومرها که است بر من معامله رای کرده میرن یا به میلیون ها دلار 100 میلیون دلار اینا معامله کرده میرن. همین داکیومنت های اینا چی رقم است پیسه خود از کجا میکنن و برنچ مسکو چی رقم جواب میداد کل داکیومنت های اینا چک شده و هیچ مشکل در معاملاتشان نیست که فردر سسپیشس می سازه که اونا هم ارتباط داشتن حتما در این پروسه بدون ارتباط از اونا خوی را ما فکر نمی کنم که 10 میلیارد کس انتقال داده بتانه. و یک موضوع دیگه که بیخی دیگه باعث شد که اینوستیگیشن شروع کنن در سال 2014 یک بانکی که این پیسایی را که پولشویی میکردن و انتقال میدادن با دایچه بانک یک ریکوست رای میکنه برای از این بانک ها RFA یا ریکوست فور اسیستنس میگن برای دایچه بانک ریکوست رای میکنه که این کستومر از بانک شما برای ما 400 میلیون دلار یک بار رای کرده پیسه 250 میلیون دلار دیگه بار رای کرده پیسه همین سورس آف فند زیر برای ما ارسال کنین که قدر پیسه را از کجا کرده و یک پرکتیس عادی است در بین بانک ها. وقتی که او بانک ارتباط میگیره جوابش داده نمیشه چندین بار ارتباط میگیره جوابش داده نمیشه در آخر بر از چی میگن که این موضوع را ما داخلی پیش میبریم هر وقت که جواب پیدا شد باز ما به خودت میگیم کی فردر باز چی شده بعد از این در سال 2015 در فبروریش اینا راپورش دادن که در بانک در دایچه بانک پولشویی شده و بسیار یک مشکل کلان هم برشان ساخت یک مقدار پنالتی های بسیار کلان سرشان وضع شد. نیویورک استیت دیپارتمنت 425 میلیون دلار جریمه کرد دویچه بانک یک مقدار بسیار کلان است و یک قدر مفاد نکرده بودن و عین شکل در یوکی یا در یونایتد کینگدم 163 میلیون دلار اینا چی شدن جریمه شدن و به شکل مجموعی تقریبا 630 میلیون دلار اینا چی شدن جریمه شدن دویچه بانک فقط از خاطر چی پولشویی کردن و اینمی کار فوق‌العاده دمیج زیاد زد خودمو پیکچر بانک را و شما فکر کنین که بانکی که از لحاظ توتال اسید یا سرمایه اول بود فعلا 12 یا 13 حساب میشه در کل دنیا. و یک موضوع دیگر هم که من مشخص میکنم از اینمی معاملاتی که در دایچه بانک شد 10 میلیارد که انتقال داده شد 11 میلیون دلار خود دایچه بانک مفاد کرد یعنی کمیشن گرفته بود از هر معامله و در ازای از 11 میلیون دلار و در ازای از این پولشویی که انجام داد 630 میلیون دلار ایره چی کردن جریمه کردن. و موضوع دیگه هم دیگه بخیر سشن خلاص است وبینار خلاص است یک جلسی بود به نظر ما که موضوعات پیچیده را درش ما شما صحبت کردیم